بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، مصنف دو عاملی پیدا کردن اخلاص را بیان کردند که در صحبت گذشته بیان کردیم. یکی آن دعا، دیگری پنهان کردن عمل بود. چیکار کنیم که بنده مخلص شویم؟ بنده شویم که به خاطر الله سبحانه و تعالی. بعد سیومین عامل را ذکر کرده، گفتن که النظر الى اعمال الصالحین ممن هم فوقک. یکی از عامل ها، یعنی سبب هایی که برای بنده به اخلاص شدن برده میرساند، نگاه کردن به عمل های صالح ها، با آن شخصیت های صالحی که از ما پیشتر در این دنیا زندگی کردن. فی اعمالک الصالحة لا تنظر الى اعمال رجال زمانک ممن هم دونک فی المسابقة الى الخیرات. میگن که در عملهای صالح به مردهای زمانه خودت که از عملهای صالح از تو مرتبهشان پایانتر است، با آنها نگاه نکن. یعنی مادامی که تو نماز جماعت میخوانی، نماز تهجد میخوانی، روزه پنجشنبه دوشنبه داری و طلب علم داری، با آن آدم‌هایی که از خودت پایانتر است با آنها نگاه نکن. چون اگر با آنها که نگاه کردی میگویی که اوه من بنده صالح هستم و من از آنها پیش هستم و همین برای من کفایه هست گفته فکر میکنی. بلکه به کی نگاه کن؟ به گذشتگان نگاه کن و تطلع دائما الى الاقتداء بالانبیاء والصالحین. دائما از احوال پیغمبرها و صالحها خبردار شو، معلومات گیر اونا چگونه عمل میکردن. یقول الله سبحانه اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی. الله تعالی درباره پیغمبرها گفت که اینها شخصیت هایی بودند که الله اینها را هدایت کرد، پس برای آنها اقتدا کن. یعنی از پس راه این بزرگان را. یک چند پیغمبرها را ذکر کرد، بعد حضرت مریم را ذکر کرد و مریم پیغمبر نیستند. ابن حزم ظاهری مریم را پیغمبر گفتند. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی گفت که ما به مریم وحی دادیم و الله تعالی در قرآن کریم در سوره نحل میگوید که ما به زنبور عسل وحی دادیم، یعنی الهام دادیم. وقتی که الله تعالی وحی دادیم میگوید این معنی آن ندارد که او پیغمبر است. مثلا زنبور عسل پیغمبر نیست، آخر الله تعالی به وی وحی دادیم که از هر یک گل‌های و از هر یک درخت‌ها بهترین آن را برای خود گیرد. خب واقرأ سیر الصالحین من العلماء. تاریخی عالم ها را قرائت کن، سیرت علما، ترجمه حال آنها را، و العباد و آنهایی که عبادت های زیاد داشتن، و نبلا بزرگان، جمع کلمه نبیل بزرگ، نبلا بزرگ ها، و زهاد آنهایی که از دنیا زهد کردن، از دنیا پرهیزگاری کردن. به حیات آنها نگاه کن، قصه خبر آنها را نگاه کن. فهو ارجع لزیادت الایمان فی القلب. این یک عمل است که یعنی برای زیاد شدن ایمان در قلب موردی امید است. یعنی می شود انسان امید کند که به سبب قرائت سیرت علما ایمان بنده زیاد می شود و عمل را بنده به خاطر الله تعالی اجرا می کند. سیر اعلام نبلا از آن امام ذهبی 25 مجلد. هر یک آدمی که عالم هست یا مشهور هست، اگرچه ظالم هست یا فاسق هست، ذکر کردن، چون در تاریخ آنها عبرت هست. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می گفتند که سیر العلماء احب الی من کثیر من الفقه. دانستن ترجمه حال علما از بسیار از مسئله های فقهی برای من محبوب تر است.
و استادمان در جای دیگر میگویند که و قرائت سیرت العلماء تسری فی النفوس، قرائت ترجمه حال علما به نفس ها سرایت میکند. وقتی که درباره ترجمه حال یک عالم میخوانید، یعنی به طریق طبیعی به نفس ها سرایت میکند، میگذرد، یعنی بنده حرکت میکند به آنها اقتدا کند. این سیومین عامل برای پیدا کردن اخلاص. چهارمینش احتقار العملی، تحقیر کردن عمل. عملی که کردید اون عمل را حقیر شمارید، ناچیز شمارید. با وی عمل تکیه نکنید، با وی عمل عجب نکنید. آفت العبد رضاه عن نفسه، آفت بنده این که از خودش راضی باشد. کسی که از خودش راضی باشد این آفت است. و من نظر الى نفسه بعین الرضا فقد اهلکها، کسی که به نفس خودش با چشم رضا نگاه کند در حقیقت نفس خود را به هلاکت رسانیده است. یعنی از خودتان همه وقت راضی نشوید، همه وقت کمبودی خود کاوید. در این صورت از تحقیر دیگرها پرهیز میکنید. وقتی که فقط عیب خود را میجویید و به عملهای صالح خود نظر نمی کنید، میگوید که لا حول ولا قوت الا بالله، اگر الله تعالی برای من قوت نمیداد، الله تعالی برای من توفیق نمیداد، من این عمل را اجرا کرده نمیتوانستم. و انها لکبیره الا علی الخاشعین، و این نماز وزنین است. الله تعالی میگه که لکبیره، مفسران میگن که ای لثقیله، این 2 رکعت نماز وزنین است. الا علی الخاشعین، مگر با آنهای سبک است که آنها میترسن از الله تعالی. بنابراین به عملها با چشم رضا نگاه نکنید به عملهای خود. و من نظر الى عمله بعین العجب قل معه الاخلاص، کسی که به عملهای خود با چشم عجب نگاه کند. عجب یعنی با خود تعجب کردن، اینقدر من آدم بزرگ هستم، شب و روز در راه الله هستم، شبها در نماز تهجد، روزها در قرائت قرآن و روزه و تعلیم مردم و قرآن. و گفته به عملهای خود عجب نکنید، تعجب نکنید. اگر همین خلقی شد اخلاص کم میشد. او نزع منه، یا اینکه اخلاص از این بنده گرفته میشد، یا کم میشد یا گرفته میشد. او حبط العمل الصالح بعد العمل، یا اینکه عمل صالحش بعد اینکه عمل کرد حبطه میشد. انسان اگر عجب کند عملش حبطه میشد. بعد مصنف سخن علامه ابن القیم را ذکر کرده، گفتند که یقول ابن القیم رحمه الله و علامت قبول العمل احتقاره و استقلاله و صغره فی قلبک. علامت قبول عمل این است که تحقیر کردن عمل و کم شماریدن عمل و معیده حساب کردن عمل در قلبت، یعنی در قرارت قلبت عمل خود را عملی کوچک حساب کنی، این علامت قبول است. حتی ان العارف لا يستغفر الله عقب طاعته، حتی آدم عارف، یعنی آدمی که الله تعالی را میشناسد، در عقیب طاعتش استغفار میپرسد. ببینید برادرها، وقتی که از نماز که فرض است و یکی از عملهای بهترین این نماز است، وقتی که سلام میدهید اولین کلمه ای که تلفظ میکنید استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. شما اطاعت کردید، به الله تعالی نزدیک شدید. به جای اینکه یگان از فضل الله تعالی بپرسید، به گناهتان استغفار میپرسید. و حاجی ها را هم الله تعالی وقتی که فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، وقتی که از عرفات برگشتید الله تعالی را ذکر کنید و در ادامهش که واستغفر الله، یعنی در پایان عبادت حج استغفار پرسید. و بهترین حیات در این دنیا
حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم 23 سال بهترین عمر، مبارکترین عمر و مبارکترین حیات، حیات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی الله تعالی به حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد. لعمرک، قسم به عمرت گفت. وقتی که عمرشان به پایان رسید، الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به استغفار امر کرد. فسبح بحمد ربک و استغفر. ببینید، پروردگارت را تسبیح گوی، پاک شمار و استغفر، و گناهات مغفرت پرس. آخرین سوره که نازل شد این سوره نصر است. آخرین آیت الیوم اکملت لکم هست. یکی آخرین سوره نصر است که الله تعالی در آخرین آیت ها در پایان عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرش را به استغفار امر کرد. بنابراین یک آدم 70,000 مراتب ختم قرآن کرده است. بعد یک آدم دیگر پرسیده است که بعد ختم قرآن چی گفته از الله تعالی؟ چی پرسیدی به عوض ختم قرآنت؟ بعد آن کس میگه که چی پرسیدم؟ به گناه هم استغفار پرسیدم. میگه ببینید، عملی صالح میکردند و استغفار میپرسیدند. یعنی یگان ذره خداشان را به الله تعالی صاحب فضل، من عبادت کردم، من اکنون حق دارم گفته، یگان چی نمیپرسیدند بعد طاعت، بلکه استغفار میپرسیدند. وقد كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا. انا مصنفم آوردیم. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از نماز فارغ میشدند 3 مرتبه استغفار میپرسیدند. یعنی این سخن ابن القیم در مدارج السالکین آوردیم. این دومین عملی که باعث پیدا شدن اخلاصی بنده میشد. یعنی در امروزه درس در عمومی آن عامل هایی که مصنف ذکر کردن، این چهارمینش بود: احتقار عمل، تحقیر کردن عمل، و سومینش نظر کردن به عمل های صالح ها. در همین بابت تحقیر عمل شیخ سعدی هم در گلستانش می بیارد که یک چند مهمان ها به خانه شان می بیاد و آنها بعد نماز خفتن خواب می کنند و فرزندشان نماز تهجد می خواند. بعد سحری مهمان ها را تنقید می کند به پدرشان که اینا نماز تهجد نخواندند. بعد شیخ سعدی میگن که تو با عجبت و با تحقیری که آنها را تحقیر کرده خود را با خود تعجب کردی، یعنی اینها تو را گذشتن، یعنی اینها هم غیبت شدن هم تحقیر شدن و تو خودت را عجب کردی و با خودت فخر کردی. عمل تو فایده ندارد. ببینید، گاه انسان بله 2 رکعت 4 رکعت نماز میخوند، لیکن آنهایی که نشستیان اونهای تحقیر میکند و خودش بالا میشمارد، با همین عملی خودش حبطه میکند. برای همین باید بنده عملهای خودش با چشم تحقیر نگاه کند، خودش بزرگ نشمارد.